من همچون شهروند جمهوری تاجیکستان، همچون زنی تاجیک، امروز از شبکه‌های اینترنتی و وسایل اخبار عامه آگاهی پیدا کردم که وضع ناآرامی که در منطقه باروخ به عمل آمده ایستاده است بین منطقه آقصای قرقیزستان بسیار غمگین شدم، چون که در این مناقشه ها، در این نافهمی ها، در این ضدیت ها جان یک نفر از دست داده شد و به عائله این نفری که جان خود را در این مناقشه ها از دست داده است همدردی خود را بیان می نمایم. زیرا یعنی کلان این عائله، مرد این عائله از بین رفته است و چنین گفتنی هستم که باوری به ارتش جمهوری تاجیکستان دارم که این وضعیت ناآرامی که در این منطقه ها شده ایستاده است می تواند به آسانی با راه‌های مذاکرات حل نمایند، چون که هیچگاه ملت تاجیک بر سر ملت بیگانه تیغ نبرداشته است. به آن خاطر تاجیک توانست به واسطه گفت و شنید، به واسطه صلح کار خود را حل کند، چون که از دوره‌های گذشته ملت تاجیک صلح پرور بود. علاوه بر سخن‌های بالا گفتنی هستم که هر گونه حزب و حرکت‌هایی که آرامی کشور را نمی‌خواهند، این وضعیت ناآرامی که در منطقه واروخ به عمل آوردند، به جایی که مردم را دستگیری نمایند، برعکس آنها را به فتنه و نیرنگ خود دعوت کرده ایستادند. در فرجام گفتنی هستم به خائنان ملت، به اغواگران ملت: اگر شما قدرت صلح آفری را نداشته باشید، بهتر آن است که اغوا نبردارید.